محسن افشانی جمله گفت که خیلی‌ها گفتن مستقیم رفت سراغ رضا پهلوی. گفت خمینی با دمپایی انقلاب کرد و پیروز شد، اما بعضیا با این همه امکانات فقط حرف میزنن. آیا این یک کنایه واضح بود یا برداشت اشتباه؟ ببینیم دقیقاً چی گفت. هم میهنانم بقیه کارهای اداری زناشویی رو انجام بدن. کار داره باید تاج سفارش بده. آقای خمینی با یه جفت دمپایی انقلاب کرد. این همه عکس میذارید، مثلا مسخره میکنید، کنار سماور نشون میدید، عکس فتوشاپ میکنید. ایشون با همون دمپایی انقلاب کرد. شاهزاده‌تون چی؟ این همه سال پول دزدی من و تو رو داره میخوره، مفخوری هم میکنه اونور. از 18 دی در تدارک بازگشته. بابا زمینی هم میومد 2 هفته پیش باید میرسید دیگه. هر سری هم که مبارزه میکنه فراخوان میده، میگه این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. عین کنسرت‌های آقای ابی که هر سری میگه این آخرین کنسرت منه، دوباره 2 هفته بعد میبینیم خانومش گذاشته که ابی کنسرت داره. وقتی اسم روح الله خمینی میاد موضوع عادی نیست و وقتی صحبت از امکانات زیاد ولی فقط حرف میشه، خیلی ها ذهنشون میره سمت رضا پهلوی که این روزها درباره تغییر صحبت میکنه. اینجا دقیقاً 2 نگاه شکل میگیره. بابا کیه بس آخرین نبردتون کیه؟ این از شاهزاده‌تون. بریم سراغ مبارزای اون موقع تو زمان انقلاب، تو اون فضای متشنج و مرعوب، با اون خفقانی که بود. بچه انقلابی‌ها با شبنامه و اعلامیه، اونم وسط حکومت نظامی، پیغام امامو اینجوری میرسوندن به هم که انقلاب کردن. حالا مزدورا و مفخورای پهلوی با این همه شبنامه و کنفرانس و پروپاگاندا و پول و رسانه و زور، سطح مبارزه‌شون رو نگاه کن. شماره پخش می‌کنن. افشانی 0912 انهو گروه سرود دبستان دخترانه گلها. واقعا رزمنده اید شما. به خدا موندم این خانم فرح دیوا چجوری روش میشه بگه پسرم 16 است داره مبارزه میکنه با این سربازاش و مبارزاش. مثلا یکی از مبارزاش همین فرخ اوبرنژاد دم بدم استوری میذاره سرباز تیم با افتخار تا پایان راه با شماییم. اولا همون شاهزاده‌تون خودش سرباز اسرائیل و امریکاست. شما سربازم حساب نمیشین. تو خوشبینانه ترین حالت ممکن شما جیمی شید. دیگه میدونید مجبوری دیگه، از اینور مونده ای میخوای از اونور رونده نباشید. مجبوری چنگ بزنی به پهلوی و پهلوی چی بگی ما مبارزیم، ولی جرأت نداری، جربوزه نداری. نشستی اونور جوون مردمو دنده میدی، هولش میدی کف خیابون، تو اونور جایزه‌تو میگیری. اینه سطح مبارزتون. پایان راهتونم سرازیریه در رأس. شما که آقای خمینی رو مسخره میکنید، اول یه نگاه به شاهزاده خودتون بندازید، مدل مبارزه‌شو نگاه کنید. کی میخواد برگرده؟ پس از 18 دی در تدارک بازگشته. هم میهنانم برگرد دیگه، بیا یه هواپیما بگیر باشو بیا ایران. لاتی مثل آقای خمینی مگر نمیگی مردم همراهتن، ارتش و سپاه هم همراهتن؟ خب همه که همراهتن، بچه‌ها نمیای؟ میترسی؟ انقلابتون انقلاب دروغیه، کاری که از دست شما بر نمیاد. منتظرید مردم یه کاری کنن. پس همون مردمن که جونشونو دارن میدن. اول میگی بریزید کف خیابون، اسرائیل و امریکا همراهتونن، بعد میشینی مصاحبه میکنی میگی من نگفتم کسی بریزه بیرون. چقدر دروغگویی. 22 بهمن مبارک. یه پیام دوستانه دارم واسه این اپوزیسیونا و اینا که طرفدار پهلویان و پهلوی چی ان اصطلاحا. به خدا تک تکتون دارید گند میزنید به قیام رضا شاه دوم. خودش به تنهایی ابهاتش خیلی بیشتر بود. یعنی تا 5 6 سال پیش که اینقدر مجازی به کثافت کشیده نشده بود، اسم رضا شاه میومد میگفتیم که سر شاه دیگه، 16 است دیگه. با این مدل طرفداراش اصلا لهش کردید طرفو. یعنی لول 16 تون رو در حد یه پسر نمایشگاه ماشینی آوردی پایین. آقازاده نمایشگاه ماشینی طرف انگاری. همتون چاله میدونی، بی ادب، تک تکتون دارید تو گوشه کنار دنیا دارید فوش میدید. فقط اینقدر داغونید. چه رژیمیه که میخواید بیارید سر کار با فوش و فضاحت، با تخریب، با پخش کردن شماره، با پخش کردن آدرس، اطلاعات شخصی طرف. خیلی مبارزید شما. خسته نباشی بزرگوار. شاهزاده‌تون هم باور نداره بتونه مثلا خیلی دراز مدت شاهزادگی کنه، پادشاهی کنه. خودش اسمشو گذاشته دوران گذار. یعنی من فقط بیام آخوندا برن، من بیام بعدا رفراندوم میذاریم هر کیو شما بگید. میدونه نمیتونه عنان کشور رو دست بگیره، میدونه مشروعیت نداره، میدونه خیلی مقبولیت نداره، میدونه همه مردم ایران خواهانش نیستن، تعداد قلیلی ان، باورم ندارن اقلیتن، فکر میکنن خیلی ان پادشاهی خواهن. جامعه آماریشون هم دروغه دیگه. به والله ما هم ناراحتیم، برادر خواهرامون رفته، ولی دروغ نگید دیگه. اگه یه سریاتون دوست دارین احمق فرض بشید و تجاهل کنید، اجازه بدید یه سریا مثل من نپذیرن، با اطلاعات غلط الکی زانوی غم بغل بگیرن، الکی میان شعار بدن. مثل همکارمون که اومد گفت من دیگه در خونشویی این کشور دخیل نیستم، بازی نخواهم کرد، 40000 کشته. یه سند بیار واسه 40000 کشته. خود پروپاگاندای رسانه‌ایتون هم نتونستن بیش از 1500 نفر اسم و شماره ملی بدن. باقونید شما. انقدر اطلاعاتتون ناقصه. همین پادشاهتون که پادشاه دوران گذاره میدونه کاری از دستش بر نمیاد دیگه. میدونه بالا سریاش بهش اعتماد ندارن، ملیجکیه، میاد که فقط یه کارایی بکنه در این حد. ولی میذارنش کنار چون از پس اوضاع مملکت بر نمیاد. اگر این کاره بود، از پس مسائل زندگی زناشویی
اومد وظیفه رو محول نمیکرد به تامورلی اون آقا سیاپوسته. زندگی خودش هم مونده دیگه، بالاخره کی بره جلو دوربین کراوات بزنه بگه همین الان. بله کار داره، باید تاکس سفارش بده، یکی کلا سرش بذاره، بقیه کارهای اداری زناشویی رو انجام بدن. آقای فرخ اوبرنژاد، احسان فنبوک، برزو جان، آقای کلی عریمی، جادوگر شهر اوز، شما اندازه‌ای نیستید که خودتون رو تو لیگ مبارزا بدونید. نشستید از بیرون گوت فقط میگید لنگش کن. جربوزه ندارید بیاید وسط میدون دیگه. خون بمال به اینجا. اول جوونا رو بده تو خیابون، بعد که کشتی نشون خون بمال به اینجا. احسان فنبوک بگو جمهوری اسلامی کشته. چقدر دغلین شما. پولای استیجا و مهمترین استیجا رو میگرفتی. الان اخ شد، توف فرود. حالا بده دو پشت اعلی حسرت بدو. راستی یکی بهم میگفتش که چرا تو ویدیوات اسم اشکان خطیبی رو نمیاری؟ اصلا از مریخ اومد، اصلا تو یه لیگ دیگه بازی میکنه. بذارید خوش باشه، اینم فکر کنه مبارزه، مثل همون مسیجون و مثل ارجنگ و سالومه و امید و مثل اون آشور و مثل آیسان و زاپاتا، این انگل منگلا. بذارید اونم فکر کنه داره مبارزه میکنه. سطح مبارزاتتون رو ببرید بالا یا علی. وقتی یه بازیگر وارد چنین مقایسه‌ای میشه دیگه فقط سرگرمی نیست، این ورود مستقیم به بحث سیاسیه و دقیقاً به همین دلیل این ویدیو وایرال شد. حالا نوبت شماست. انقلاب با حرف میشه یا عمل؟ این مقایسه درست بود یا فقط جنجال سازی؟ کامنت بذارید چون میخوام نظرات موافق و مخالف رو تو ویدیوی بعدی بخونم و اگه دنبال تحلیل های داغ و بدون تعارف هستی سابسکرایب یادت نره.